بهترین نعمت بخشیده یزدان وطن است. اگر به شرط گوییم که بهترین نعمت بخشیده یزدان مادر است، این هم خطا نمی شود، برای که چون که مادر وطن مادر میگیم دویما، اینا هر کلمه بسیار با هم نزدیک هم، با هم تمام دویما، هم در فکری وطنی هم در فکری مادر. خدا دو چیزی که برای ما پروردگار عطا کرده است و بخشیده است، دویما نگهبانشان پروردگار باشد، دائما در وطن ما صلح و وحدت و تینجی و امانی باشد. اگر صلح و وحدت و تینجی و امانی باشد، مادران ما هم تینجی و امان هستند، فرزندکای خودشون نگاه میکنند، کلان میکنند، با ویرا میرسانند. ایدی همه مادران جمهوری تمام دنیا مبارک باشد. مرگ است مرا حیات بعدی سر تو، مرگ است مرا حیات بعدی سر تو، آره نیست روم به خانه بیدار تو. خلاص وصیتم فی سنگ گورت، خلاص وصیتم فی سنگ گورت، آخواهم که بمیرم و بخوابم بر تو. آخواهم که بمیرم و بخوابم بر تو مادر. با پابوسی مادرها گل از گلزار میخیزد، پای بازی اختر بال تاوس یار میخیزد، تجلی میکنند اصحابی محیط آفتاب و ما، به حکم هر یک سر تا به پاش انوار میریزد. تمامی هستی دنیا نمی ارزد به یک موی، با آن دریای مهر که ز جان سرشار می ریزد. شبی یلدا سری گهواره طفلان گل پیکر، زیرویش نوری یزدانی هزاران بار آمیریزد.
کناری گرمی مادر مهرزا و راحت دارد طربگاهی دل است آنجا رمی تیمار میرزد طربگاهی دل است آنجا رمی تیمار میرزد بخاطر آیدم مادر گلو سوزد مرا سالیم همان شمعم سرم آتش وجودم نار میرزد زیرویش نوری یزدانی هزاران بار میرزد زیرویش نوری یزدانی هزاران بار میرزد